عزیزان دل، فرض رو بر این بگیریم که شما یک پول هنگفتی در دست دارید و میخواید مهاجرت کنید به آمریکا. به عنوان یک کسی که در املاک هستش و مثلا لایسنس معاملات املاک فلوریدا هم دارم، میخواستم یه چند دقیقه در مورد خرید املاک صحبت کنم. میدونم دوستای ما در ایران عزیزان پول زیادی دارن و میان آمریکا و خب گرایشی به ایالت‌های کالیفرنیا، نیویورک، مریلند اینجور جاها دارن و چیز بدی هم نیست. اینجاها جایی هست، شهرهایی هستش، لس آنجلس بگیر تا از لانگ بیچ بگیر تا بیورلی هیلز، نیویورک، وستچستر، لانگ آیلند واقعا شده تهران. خیلی هم خوبه، بچه ایرانی خیلی زیاد هستن اونجا. نیویورک سیتی، مریلند، ویرجینیا، خیلی ایرانی دوستتر ایرانیا، مثلا آرلینگتون، واشنگتن دی سی، اونجا خیلی جوامع ایرانی زیادتری هستش، جوامع ایرانی بیشتری هستش. خب ایرانیایی که مهاجرت میکنن مثلا در سنین بالا، املاک زیادی در ایران داشتن، فروختن یا شغل بسیار مناسبی دارن، اومدن آمریکا، پراپرتی های خیلی خوبی، املاک خوبی خریدن و اونجا دارن زندگی میکنن. ولی خب مسائل فرق کرده، مثلا از کرونا. شما وقتی میخواید بیاید آمریکا و اگر ایرانی عزیزی هستید داخل آمریکا که میخواید موو کنید، شاید از سیاست های کالیفرنیا، نیویورک خود خسته شدید، گرونیای بیش از حد، جایی که نمیخواید باشید، خیلی از کالیفرنیا و نیویورک اومدن ایالت‌های مثل تگزاس و فلوریدا. و شاید شما هم در ذهنتون این باشه که من میخوام بیام فلوریدا، من دوست دارم، چه از ایران باشه، چه از اروپا باشه، چه از ایالت‌های دیگه آمریکا، میخواید بیاید فلوریدا. خب اولا کجای فلوریدا خوبه، کجای فلوریدا قیمت‌ها مناسبه و کجای فلوریدا موقعیت برای افزایش جمعیت خیلی بالاتره. بخاطر همین این ویدیو میخوام با هم یک گپ کوچولویی بزنیم در مورد این که کجای فلوریدا یک از نظر من شخصا یک بهتر یا برای زندگی مناسب تره. مناسب تر یعنی چی؟ میزان امنیت بالاتره، میزان کوالیتی زندگی بالاتره و اینه که دسترسی به جوامع ایرانی، دسترسی به دوستان ایرانی، رستوران ایرانی، مغازه ایرانی یا کسایی که خیلی با شما راحت تر باشن بیشتره. شخصا این برای من خیلی مسئله بزرگی نیست، ولی خب خیلی ایرانیای عزیز مثلا سنین بالاتر دوست دارن نزدیک ایرانی باشن، این چیز بدی نیست. میخوام در مورد اونم صحبت کنیم. دو اینه که از لحاظ قیمت مناسب تره. آیا شما واقعا برید شهری که قیمت‌ها خیلی بالاتره و یا برید که شهری که قیمت‌ها کم پایین‌تر خونه بهتری بگیرید؟ اگر واقعا از جای quality of life که میگن، یعنی کیفیت زندگی، ببخشید این تنبلی و انگلیسی پروندنا شروع شد دوباره. ولی خب این کیفیت زندگی بهتر باشه صحبت میکنیم. اگه یکی باشن خب قیمت کمتر، شما برین شهری که قیمتش کمتره خونه بهتری برید، خونه‌ای که دو تا استخر داشته باشه، نمیدونم نزدیک آب باشه. و آخریش اینه که آیا این جایی که شما خونه خرید آیا بزرگتر میشه، بهتر میشه، فروشگاه بیشتر، کار بهتر، جاهای بیشتر خواهد بود. بریم در مورد این یکم صحبت کنیم. مسئله اول کیفیت زندگی. خب شخص نظر من فلوریدا رو خیلی دوست دارم و با توجه به اینکه 10 سال نیویورک زندگی کردم و خیلی هم دلم تنگ شده، واقعا چیزی نیست که نیویورک رو بتونه جایگزین کنه. واقعا اگه شما هم نیویورک بودید خیلی با نیویورک حال می‌کردید، چه تو نیویورک سیتی باشه، چه وستچستر باشه، چه لانگ آیلند باشه. لانگ آیلند وستچستر یه خورده عیونی تره و خیلی زیباتره، بهتره. سیتی خب خیلی شهری تره، مثل تهران میمونه اگه شما شهر شلوغ دوست دارید و خیلی به قولی آیکونیکه، خیلی زیباست، توریستی، جاذبه‌های توریستی خیلی خوب داره. بیشتر شغلای ما، رویای ما این بود که وال استریت و نمیدونم شغلای اقتصادی که من براش میخوندم اونجا بریم کار کنیم. ولی خب از لحاظ آب و هوایی، از لحاظ آرامش زندگی، فلوریدا به نظر من بهترین جاست، چون که هوا بسیار خوبه. واقعا هوای فلوریدا عالیه. من شخصا هوای گرم رو دوست دارم. نمیدونم، بنده شمالی و دامغانی ام کویر، به خاطر همین من خودم شاید خیلی هوای گرم و شرجی رو دوست داشته باشم. واقعا هوای زیبایی اینجا، حتی الان تابستون شاید 78 درجه است شب، ولی خب من دوست دارم، چون که شما زمستون باشه، تابستون باشه، همیشه شما روزهای آفتابی رو خواهید داشت. در تابستون روزهای بارانی و ابری رو دارید، بسیار زیباست. بعدیش اینه که 4 فصل رو نداره. نیویورک زیباییه. نیویورک اینه که 4 فصل رو داره. واشنگتن 4 فصل رو داره. مریلند 4 فصل رو داره. شما زمستون رو میبینید، پاییز رو میبینید، درخت‌های زیبا رو میبینید، بهار میاد. ولی خب شما هوای سردم دارید. نیویورک اکتبر که میشه دیگه هوا به 50 درجه، 40 درجه، 30 درجه، 20 درجه. بعد میریم تو زمستون خیلی سرده، برف خیلی زیاده، واقعا سخته. مثلا شما بخوای این ور اون ور بری خیلی سخته و من واقعا بعد 10-12 سال نیویورک دیگه خسته شده بودم. ولی خب خیلی دوست دارن میمونن و دمشون هم گرم. جای مثل کالیفرنیا مثل فلوریدا است، همیشه گرمه ولی خب هوای خشکی داره. من که خیلی دوست دارم. من هر موقع رفتم
لذت بردم. ولی خب فلوریدا رطوبت خیلی بالایی داره. الان رطوبت ما 70%، همین الان که با هم صحبت میکنیم 70% رطوبت. شما به 70% رطوبت نفس میکشی آب میشه. خب به خاطر همین شاید سخت باشه براتون. بعد یکم فلوریدا گرماش تمومی نداره. حتی در زمستون شما باید واقعا آماده به دمای 80-90 درجه باشید. مخصوصا جنوب فلوریدا دوستان زیادی عزیزانی میان تمپا زندگی میکنن، مایامی زندگی میکنن، یا اینجا فورت مایرز زندگی میکنن. اینجا به خط استوا خیلی نزدیکتره، هوا خیلی گرمتره، لب دریاست، شرجی‌تره و خب از لحاظ آب و هوایی اگر واقعا آماده این آب و هوا هستید بیاید. خیلی هم حال میده، به من خیلی لذت میده هر روز. من واقعا عاشق این هوا هستم. ولی خب خیلی هستن که 4 فصل رو دوست دارن تجربه کنن، شاید نیویورک، حتی جایی مثل دنور، اونجا هم جای خوبی باشه. بچه‌ها ما داریم که خیلی لذت میبرن. ولی خب فلوریدا خوبیش اینه که همیشه گرمه. اگه مثل من بچه شرجی هستید و دوست دارید این هوا رو، خیلی جای خوبیه و از زمستونای سردم نداره که ای وای من دیگه نمیتونستم. و اگر شما هم دیگه نمیتونید، فلوریدا جای خوبیه. پس به خاطر همین جاهایی مثل مرکز فلوریدا خیلی فرق ندارن، ولی مثلا اورلندو یک کم هوا شرجیش، یعنی شرجی به اندازه تمپا، کیپ کورال، فورت مایرز یا مایامی نیستن. یک کم متعادل ترن. مثلا اگه شما خیلی پول زیادی داشته باشید و برید فورت لادردیل یا تشریف ببرین وست پام بیچ، خیلی هوا شرجی تره به نظر من. مسئله دیگه هستش که تمام این شهرها در فلوریدا منطقه خوب و بد دارن، ولی در کل من شخصا به نظر من تمپا، اورلندو، مایامی خیلی با هم نزدیک هستن از این موضوع، یا جکسونویل. به نظر من مایامی شهر خیلی دایورس تریه. خیلی شما اگه جوان‌تر باشی، خیلی شده یک جوری تک هاب، یعنی خیلی کمپانی‌های تکنولوژی رفتن اونجا. وب 3 که مثل بیت کوین و کریپتو اینجا هستش، خیلی تو مایامی فعالیت دارن. و اگه خیلی جوان‌تر باشی، علاقه به فرهنگ اسپانیش داشته باشی، خیلی کوبانا، مکزیکانا اونجا خیلی زیاد هستن، خیلی میتونه لذت بده که فرهنگ‌های دیگه جدا بشی. اصلا فلوریدا خیلی اسپانیش زیاد هستش و من خیلی دوست دارم فرهنگ اسپانیش. ولی خب مایامی یک کم به قول شلوغ‌تره. شاید اگر نیویورک سیتی زیاد زندگی کرده باشید یا لس آنجلس و سان فرانسیسکو زندگی کرده باشید، مایامی شاید جای بهتری براتون باشه. ولی به نظر من مخصوصا اورلندو بیرون شهرش، تمپا بیرون شهرش، مخصوصا جایی که ما هستیم کیپ کورال، فورت مایرز، خیلی به قولی بیرون شهر تره، یعنی رورال تره، سابربن تره و خیلی آروم تره. و اگر میخواید همون زندگی شهری رو داشته باشید داخل اورلندو، داخل تمپا، داخل مایامی، داخل جکسونویل، حتی بریم بالاتر تالهاسی، خیلی خوبه. ولی برای زندگی آرومتر بیرون شهر و حتی جنوب غرب، اینجا مارکو آیلند، نیپلز، فورت مایرز، اینا شهر بسیار کوچیکی هستند و همیشه مثل خارج شهر. به خاطر همین زندگی آرومتری رو دارن. نمیتونیم دروغ بگیم کنار آب بودن زیباست و اگر شما حتی نزدیک آبم باشید خیلی خوبه. من ترجیح میدم. به خاطر همین خیلی ها از اورلندو خیلی خوششون نمیاد با توجه به اینکه دیزنی اونجاست و خیلی منطقه توریستیه، ولی خب آبی اونجا نیست. و خیلی مایامی و تمپا و جنوب غرب اینجا رو ترجیح میدم چون نزدیک آبه. شما میخوای بری بیچ 10 دقیقه 15 دقیقه بیچ اینجاست، ولی خب اورلندو خب 3 ساعت شما باید بری تا به بیچ برسی. به خاطر همین خورده سخته. مسئله دیگه مسئله خرج هستش. میدونیم که فلوریدا متاسفانه از لحاظ خرج مسکن بسیار بالا رفته، وحشتناک بالا رفته و این مسئله باعث میشه که قیمت خونه من بگم 60% افزایش یافته. شما هر جا برید بسیار گرونه، ولی هنوز هم جایی هستش که مخصوصا الان قیمت داره میره پایین تر و اگر شما نقد داشته باشید خب بهتره، چون که ریت اینترست ریت رفته بالا، الان 6.5% و خب قیمت خونه ها خیلی رفته پایین. من خونه هایی که دیدم تو 3 روز میبلیدنش الان 40 روز رو مارکت کسی هم نمیخره و خب چون این چند ماه آینده اگر شما یکم نقدینگی هم داشته باشید زمان خوبیه که برید و خونه رو بخرید. نمیتونم بگم جایی از جای دیگه قیمتا کمتر یا بالاتره. جنوب غرب قیمتا خیلی خوبه هنوز. همینجا فورت مایرز، کیپ کورال، نورث پورت، ساراسوتا هنوز قیمتا خوبه. تمپا، اورلندو و مایامی خیلی قیمتا دیگه رفته بالا. شاید مثلا شما نزدیک 400 تا 500 هزار تا داشته باشید میتونید یه خونه خوب همینجا بخرید یا تا ساراسوتا یه خونه خوب بخرید. ولی تو اورلندو، تمپا و مایامی متاسفانه نمیشه دیگه. توی خیلی از کسایی که از نیویورک و کالیفرنیا رفتن یا تمپا یا مایامی،
جنوب غرب کمتر اومدن، چون جنوب غرب خیلی دسترسی به مغازه و مکانهای توریستی کم و به خاطر همین خیلی ها میان اینجا که برن استخر، برن بیچ، برن جای دیگه رستورانی بخورن و جست لذت ببرن از هوای زیبا اینجا. ولی جای خاصی نداره که شما برید مثل دیزنی یا مثل مایامی اون شهر زیباش یا مثل تمپا اون شهر به اون زیباییش که هستش و لذت ببرید. به خاطر همین قیمت ها اینجا یکم مناسب تره. به خاطر همین اگر شما 500,000 تا 700,000 تا داشته باشید یه خونه بهتری میتونید بگیرید، خونه بزرگتری میتونید بگیرید تا جایی مثل تمپا. متاسفانه خیلی از ایرانیان عزیز تصمیم بعدی نیست، میرن کالیفرنیا، میرن نیویورک، خونه‌های بسیار گرونی میخرن. شما یه خونه 4 خوابه ای که شاید مثلا 2000 اسکوئر فوت اندازش باشه، این خونه 2 میلیون دلار براش دادن، 3 میلیون دلار براش دادن. شما میدونید 3 میلیون دلار اینجا چی میتونه براشون بخره؟ قصد میتونه براشون بخره. ولی خب حالا بودن در کالیفرنیا، خب گاهی موقع کارشون اونجاست، مجبورن باشن، خب مجبورن. ولی اگه شما امکانش رو دارید حتما بیاید جنوب غرب سری بزنید و اگرم نه تمپا، هنوز فورت لادردیل، هالیوود، اون قسمت‌های غرب که بره بالاتر تا حتی من میگم جکسونویل جای بسیار زیباییه. خیلی از دوستان شمال فلوریدا رو که بهش میگیم پنهندلز رو فکر میکنن جای خیلی بدیه. من خیلی شما سورپرایز میشین که اون جاهایی که به دریا وصله بسیار جای خوبیه. نه اینکه به آب راه داره، شما میتونید به بیچ برید لذت ببرید، ولی در زمستان هوا یکم سردتر هم میشه و اگه شما دلتون برای زمستون تنگ شده که شخصا من نمیدونم چرا ولی خب خیلی سرما رو دوست دارن، میتونید اونجا یک سرمای نیویورک یا واشنگتن واری رو تجربه کنید. به خاطر همین من دوستانی دارم اونجا میگن خیلی لذت میده که شما زمستون، ما اینجا 80 درجه است هنوزم عرق میکنیم ولی اونجا نزدیک 40 درجه 30 درجه هم میتونه باشه. خیلی نزدیک به جورجیا هستش و خیلی هم جالبه. اونجا استخر دارن، نزدیک به ساحل هستن، میتونن برن ساحل، ولی خب در همون زمان هوای خنکی هم تجربه میکنن که یکم متفاوت تره. فلوریدا میتونه یکم تکراری هم بشه که همش شما بیاید و هوای گرم، آفتابی خورده دیگه مغزتون هم میسوزه به خود. ولی خب اونجا یکم بهتر. بعد دیگه زیاد حرف نزنیم، مسئله آخرم رشد فورت مایرز و کیپ کورال اینجا بالاست، ولی به نظر من، این نظر منه چون که من بیشتر تو کامرشال ریل استیتم، مغازه و آفیس و اینجور جاها همیشه اینجوری خواهد موند. شاید افراد بیشتری بیان ولی همیشه کیپ کورال یک شهر رزیدنشاله، بیرون شهری میمونه. ولی شهرهای مثل مایامی، شهرهای مثل اورلندو به نظر من رشد میکنن و شهرهای کنارشون مثلا وبستر باشه یا تمپا، مثلا شهر کوچیکی مثل لیکلند باشه، میشه مثل تهران و کرج. چون که تهران، ما زمانی که من ایران بودم تهران، خب تهران بود یه ساعتی یادم نیست با کرج فاصله داشت، الان شده یکی. تهران کرج شدن یکی. اینجوری هم میشه، مثلا تمپا بشه تهران، لیکلند میشه کرج، با هم میشن یه شهر دیگه. به خاطر همین اونجاها خیلی همیشه بزرگتر و بزرگتر میشه. خب اگه شما دلت برای واشنگتن دی سی و نیویورک تنگ شده، برید تمپا و اورلندو و مایامی یا شهرهای نزدیکش که بتونین پول کمتری بدین، خونه بهتری بخرید. ولی اینجاها اگه زندگی آروم تری میخواد، تعداد بالا میره و خب متاسفانه ترافیک بیشتر میشه، ولی منابع توریستی زیادی، آفیس های زیادی اینجا نخواهد اومد. این شخصا نظر من، شاید هم بیاد ولی اینطوری که دیدیم بیشتر خانواده ها، بازنشسته ها، کسایی میان اینجا که میخوان تفریح کنن، استراحت کنن، نه اینکه بیان بیزنس را بندازن. ولی خب خیلی شهرهای دیگه هم هست اینجا، برسه اینکه ما خودمون آفیس میفروشیم میخریم یا خود من اینوست میکنم. دیدیم قطعا فلوریدا جای خوبیه که هستش، بیاید بخرید تا از بین نرفته، همه کل دنیا دارن میان فلوریدا و خب حالا نمیدونم تا کی طول میکشه این مسئله، ولی امیدوارم که این کمکی کرده باشه. میگم یه بحث، یه گفتگویی که داریم با هم میکنیم که آقا کجای فلوریدا به نظرتون فکر میکنیم بهتر باشه. سلیقه شما همیشه اولین چیزه. شما اگه واقعا دوست داشته باشین یه شهری رو، به حرف هیچ کس گوش نکنین، که دوست داشته باشین تمپا رو دوست داشته باشین، اورلندو رو دوست داشته باشین، راحت باشین بهتره، چون شما اونجا زندگی میکنین، من که نمیکنم. به خاطر همین ولی امیدوارم که یکم کمک کنه به شما، چون که خیلی جمعیت زیادی داره میاد و شاید یه سری شهر بزرگ بازتر بشن، یه سری شهرها فقط شلوغ‌تر بشن و خب شما نمیخوای شهرهایی باشی که فقط شلوغ شدن، میخوان شهرهایی باشین که به قولی اینفراستراکچر یکم بیشتر باشه، اینوستمنت اونجا بیشتر باشه و تمپا، اورلندو، مایامی، جکسونویل و تالهاسی خیلی توسعه بیشتری
داره تاش جنوب غرب بیشتر جایی که میرن استخر رو برمیگردن خونه هاشون. مرسی که گوش دادید. میدونم خیلی زمان زیادی شد، امیدوارم خوابتون نبرده باشه، ولی کامنت بذارید بگید چی دوست دارین صحبت کنین، چه از بیزنس باشه، چه از املاک باشه، چه از فلوریدا زیبا باشه، با هم میتونیم حرف بزنیم. ولی مرسی، ممنون که گوش کردین و تا دیدار آینده، خداحافظ.